رو بچه مردم شرط بندی میکنی بیشور؟ من داداشام شرای تالشن، اونا رو هم آدم کردم، خودم همه اینا رو میدونم. رد کن بیاد ببینم. چیو بدم؟ فکر کردی نمیدونم رو بچه شرط بندی میکنی که هر کی رو ریل قطار دیر تپه پره برنده است؟ فکر کردی اینا رو نمیدونم؟ ننه باباشون اومده بودن اینجا، اگه باشون حرف نزده بودم چوب تو آستینت میکردم. احمق. اونا ننه آقا ندارن که بچهای سر چهارراه همینجوری بل بلاسن دارن چیز میز میفروشن. خب عشقشون که خودشون بچه‌ها که سر چهارراه ننه بابا ندارن، آدم نیستن اونا. بعد کشتنشون بدی. رد کن ببینم. فکر کردی نمیدونم پول گرفتی؟ بده من ببینم. بده من. بچه 17 سال سیگار میکشه؟ یک دفعه دیگه ببینم سیگار میکشی، کوفت و زهر مار میخوری، به همین درخت 3 روز میبندمت بدون آب و غذا. فهمیدی؟